سلام بلکی بهتون. آقا تصمیم گرفتم که یوتیوب رو خیلی جدی ادامه بدم، بعد فهمیدم پایه فیلم برداری ندارم. خلاصه که بریم یه دونه بخریم تا بتونم سوالای شما رو جواب بدم. یه جا تو شیراز هست که منبع گوشی فروشیه. یه دونه پیدا کردم، طرف من شناخت تخفیفم داد. آقا اومدیم از اینجا، حالا شاید دوست نداشته باشم من فیلم بگیرم، ولی تو ویزور کلاه هم پیدا شد. یه دونه از اینا گرفتیم، به دردم میخورد دیگه، هم پایه است هم سپایه است، برای فیلمامون راضی بودم. اینجا اومدم ولی خیلی زیاد شلوغه. من نمیدونم اگه اینجا ویدیو بگیرم شد بقیه خوششون نیاد، شد اضطراب اجتماعی دارم، نمیدونم چرا. ولی یه جا پیدا میکنم ویدیو میگیرم دیگه. حتما یادتون باشه لایک کنید، سابسکرایب کنید، ببینم چه خاکی دوست دارم بریزم. سلام بلکی بهتون. امروز اومدیم به سوالات شما پاسخ بدیم. یه مقداری طول کشید خرید کردن، ولی بالاخره چیزایی که میخواستیم رو گرفتیم و الان شما روی پای فیلم برداری هستیم. خلاصه من توی چنل چیه؟ توی پیج اینستامی استوری گذاشتم و یه باکس گفتم اگر سوالی دارین بپرسین توی یوتیوب جواب میدم و تا فکر کنم یه 3-4 روزی سواله، پس بریم زودتر هم مثل جواب بدیم. اولین سوال نوشته چطوری موتور بخرم با اینکه همش ماهی 5 تومن درآمد دارم. به نظر من با 2,500,000 یه چیزی بخر که بتونی گرونتر بفروشیش. بعد با پول سودت یه چیزای دیگه بخر، همینجور چیز نیست بخر بفروش تا امید خدای 5 سال دیگه بتون موتور بخری. آش اینجا ایرانه. مهدی اف ام نوشته وقتی بیا اسفون. الان میام. چند سال موتور سواری؟ سنمو که نمیتونم بگم، ولی موتور سواری هم یه جورایی از بچگی بوده تا الان دیگه. دوست دیگه ای پرسیده چرا دنبال من نمیای؟ شما چجوری به یه آدم غریبه میتونین اعتماد کنین؟ شاید بخورین زمین، شاید بدزدتتون، شاید کلیهاتون رو در بیاره. 1000 تا بلا سرتونه. بابا سوار موتور کسی نشین تو رو خدا. سلبریتی کراشت کیه؟ سلبریتی چیه؟ چی؟ بایسکشوالی؟ نه من بایکر بلاگرم. میای شاب دلازیم دنبال من. یه مقدار من که میام، ولی موتورم فکر نکنم بکشه. نمیدونم. ایشون هم پرسیده که دوست دختر داری؟ دوست دختر چی هست؟ برادر جان دلم تنگه. یکی دیگه اینجا پرسیده توی رابطه ای؟ حقیقتا رابطه تو منه. بیشتر H2R پسندی یا CB 1300؟ بخوام بگم BMW 1000 RR یا BMW 1000 RR M اسپورت. نمیدونم حالا درست. خب سوالی ندارم، ولی خب این که ویدیوهاتو میبینم یه خورده بهتر میشم. آخره عمره بابا هممون پیر شدیم رفته قسطیسیون میخوری. نمیخوای ازدواج کنی عمرت میره مشتی. من کاملا غیر قابل پیش بینی ام. یهو دیدن ازدواج کردم این خوب بود. اما یه تجربه برامون میگی. اولویتت خانوادت باشن، چرا که دوستان تو هم حتی یک روز تو را ترک میکنن. ساعت دیواری تو چرا بیداری من اگه یه روز بخوای مهاجرت کنی میری کجا؟ اگه بخوام مهاجرت کنم قطعا میرم انگلیس، لندن، چون که اونجا دوستای خارجی و ایرانی زیاد دارم، ولی آلمان هم بد نیست. این دوتا بینش یکی رو انتخاب میکنم. کی ماسکو برمیداری؟ خب ماسکو بخوام بهتون بگم احتمالاً 1,000,000 ماسکو بردارم، ولی با ماسک بدون ماسک فرقی نمیکنه. من فقط اومدم پیجو بزنم تا به بقیه یاد بدم خوشحال باشم. یادت باشه که حتما ویدیو رو لایک کنی، دکمه سابسکرایب رو بزنی، یه دونه کامنت هم گذاشتی مرا معرفتی همش. و بنزا ببینم یادت باشه که تو قهرمان لبخند یه نفر دیگه ای. خلاصش رو بخوام بهتون بگم من زیاد اطلاعات از خودم نمیدم، ولی خب چون من بلکی ام و دارم سعی میکنم شما رو بخندونم، اطلاعات نیست، چیزیه که باید بهتون بگم. ولی چیزایی که باید و قبلا توی ویدیو قبلی بهتون گفتم. اگه نمیدونید چیه همین الان چنل رو ساب کنین، بزنین رو به اینو
حساب کنیم، بزنین روی ویدیو، بریم ویدیو قبلی رو ببینیم. توی ویدیو قبلی تمامی توضیحات رو بهتون دادم. کسایی هم که دارین این ویدیو رو میبینین، بخشی یکم دستم میلرزه، کسایی که دارین این ویدیو رو میبینین، برین لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، این کارو کنین، اون کارو کنین. از این کارهایی که اینا میگم بکن. اینا هم نمیدونم دارن چیکار میکنن. بیا ببینین. فقط امروز خواستم یه بلاکتور با هم دیگه داشته باشیم دیگه. مات فهمتون، دوستتون دارم. بریم کن سابسکرایب یادت نره. فعلا Standing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Why is my man talking about inshallah? These times he don't even pray. Why is my man wearing a Jesus piece? How does